پیروزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. السلام علیکم مخلصان عزیز بیننده های ما. امروز جمع تبریکاتی شهنان در خانواده شادروان پدر عزیز خاندان مصطفی قلبابا امروز ما مهمان هستیم. فرزند عزیز خاندان که امروز غیردک جشن زادروز دارند. از نام خواهر نازنینشان، از نام مهربانایتی ناصرکه و تمام برادرانشان را تبریک میگویم. مادر مهربان را برای هستیشان شکرانه گفتن. در این لحظه های خرسندی البته شاد باش میگویم. امروز ما البته برنامه را در روز خرسندی شادیانه تبریک میکنیم. همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدرجان ها. همه شمایان را با امروز روز خرسندی گذارید. مادرجان ها نزدیکتر گذارید. مرحبا. همه شمایان را با امروز جشن زادروز و جشن 36 سالگی فرزند عزیز خانواده شادروان مصطفی قلبابا برنامه و زادروزی غیردک خوش آمدیتان میگویم. البته با ما در فرمینویتی و البته برنامه سرافدینکه، سنگینکه و البته مهربانایتی هم آشان با نزد ما نزدیکتر میستودن. مرحبا. مهربانایتی نزدیکتر میستیم. Много людей хороших на земле так много, друзей надежных и достойных, بچه‌ام نزدیکتر. и рядом с ним всех дороже. На маму оба сильно мы похожи, и это он родной. برنامه امروز روز خرسندی را، امروز روز شکرانه فرزند را برای شما مبارکباد میگوییم. اولا از نام فرزندان، از نام سه پسر دختر، نبیره ها، کلید پاشاها، داماد، از نام تمام اهل و پیوندان هزار رحمت میگویم برای شما، برای چنین تربیه نیک، برای چنین مهنتی حلال کتی بابای رساندن. و زیر ما کمی همراهی مهربانایتی صحبت کردیم. اگر گفتن گناه هست و اگر همه رسیده ما بودن بازم زر شده، خرسند شده، دورامون، دیلمون، نظرمون همش پر شده میگذشت. لیکن صد افسوس پدر عزیزی ما زود از دنیا رفتن. از خداوند کریم آرزو میکنیم، نیت میکنیم و تمنا میکنیم که عمر باقی مانده پدر را بهر مادرم دهد. در خاندان ما سایبان، در خاندان ما فرشته، از فرشته هم پیشتر. چون که فرشته کارهای نیک، کارهای بدی ما را نویسد. اگر مادر ما فقط کارهای نیک ما را داستان میکنند و کارهای بدی ما را رسم میکنند. این بزرگترین شخصیت مادر بوده است. برای بیجان من، برای مادر مهربان من که ارزنده ترین زنی دنیا هستند رسانید که میرسد فارم و گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رجوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی‌های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت‌های او گشتم کلام، گیرمو بر دیده مالم خاک پای مادرم. برنامه حاضر بر بیر دختر
بسیار هم مهربان میشده است. از خانه تو اشته خاندان وقتش بم رود اگر از حال و احوال برادر و مادر و پدر خبر گیرد میشده است. مهربانیتی گفتم که هر بار همین خاندان به زادروزی اکمه جشن کردم بیاییم اگر زمستان برف میبارید دوره‌های قدیم به در این پیش که خانه بیانشان به مادرم ما باشد 4 فرزند اطرافشان به کلان شده. الان خیلی روزهای خورسندی شامیانه دیدن در همون کلبه زیبای پدرم کلان شده. هزار رحمت پدر مادرم با مهنت‌های حلالشان با زحمت‌هایشان ما را با وای رساندند. هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند. ما نیت کردیم فرزندان خدا خواهد همین به نیت‌هایمان خداوند کریم نصیب گرداند مادر مهربان ما را بهشت خاندان گل ریحانی سبد خاندانمان را و زیارت کعبه الله فرستانیم و البته با چنین نیت‌ها در اینجا فرزندان کتاب قرآن را برایتان پیشکش کردند. پیشکش شما میکنیم قبول کنید. زادروز مبارک. مرحمت. مبارک باشد. خدا کنه که برنامه سال آینده از زیارت کعبه الله آمده ما همون ساعت 3 سحر مانند انانه از فرودگاه شما را پیشواز گرفته از ایرپورت شما را پیشواز گرفته در این کاشانه زیبا البته حاجیانه شکل بود از زیارت ها گفته از شما البته صحبت و دعای نیکتان را گرفتن نصیب کنند میگیم. مصطفی پول بابا جایشان جنت شود از آن آسمان بهر شمایان دعا میکنند در این خاندانشان خورسندی از خورسند هستند و البته شرف دینکه سنگینکه از نام خواهری نازنینتان از نام مهربانیتی هزاران رحمت میگیم بیایید یا شما نزدیک ترسیم یک قدار شده بیت شما. البته شرف دینکه مهربانیتی گفتم که بعد از درگذشتن پدر جای پدر را نشان ندادند. پدر ما چقدر که مهربان بودن از حال و احوال ما خبر میگفتن اکاهای من برادران من الان خیر جای پدرم را نشان نداده از حال و احوال من خبر میگیرم. ما که یک تشویش آمد سری ما و کمی بیمار شدم 3 تا خواهرم است ینگنه برای من کلین هر یکی آنها خواهر هستند. از 3 طرف من استادن من تنهایی نکردم. هزار رحمت برای اقا جانهایم همراهی مادرم آنهایم به زیارت کعبه الله نصیب کنند همیشه صحت سلامت باشند. آنها دعایی نه که پدر مادر را گرفتند و این درجه ها رسیدند. برایشان گوید که اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر. اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر بیابی با و نام و در دعا گیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو بیخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. برنامه البته فرزندان میگم ما دعای اینه که پدر و مادر را گرفتیم با این درجه ها رسیدیم. هزار رحمت شکر میگم برای هستیشان و البته یک عایله‌اش را به زیارت کعبه الله نصیب کند گفتن از نام خواهر نازنین از نام مهربانیتی از نام داماد خاندان ناصرکه البته برای شمایان در اینجا باز جای نمازها هست کتاب‌ها هست پیشکش میکنیم برای شرف دینکه. مرحبا مبارک باشد. Людей хороших на برای земле, سنگینکه. مرحبا друзей надежных и достойных, но تمام کنید. سنگینکه مبارک باشد. рядом с ними быть هزار رحمت میگیم. только в душе моей. لایلا دکه زادروز مبارک. روز تولد را امروز میلاد امور را برایتان مبارک باد میگوییم. همیشه صحت سلامت دعای اینه که مادر را گرفته ساق سلامت باشه در دل چه آرزوهای داره جامعه عمل بشه. یک روایت هست هر یک ما شنیدیم خواستم حاضر در خاطر آمد برنامه اگر پدر یا مادر بیمار باشد برای فرزند اجازت نبوده است از درون غله یعنی که گندم زیر کرده به این طرف گذاشتن. تنها به آن شخصیت ممکن بوده است که از حال احوال خواهرش خبرگیری رفتن با گناه نمیشده است درون غله را زیر کرده گذارد. این خیلی فرزندها شما دارید 3 فرزند دارید که از حال و احوال خواهرشان خبرگیر هستند. امروز مهربانیتی هزار رحمت میگویم برای برادرانشان برای هستیشان شکرانه میگویم. البته برادرک زادروز مبارک چو سعدی پیر گرده کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو سینا در دل و در دیده باشی چو جامی عاقل و فرخنده باشی. امروز میلاد امور را بار دیگر برایتان مبارکباد میگویم و البته از نام خواهرتان از نام نوسرکه برای شما کتاب است تقدیم میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. Мы похожи, и
فرزاد روز مبارک توفه‌های ارزنده و زیباتر. برنامه برای مادر از همه توفه بی‌بهاترین این یک نظر، یک سخن شیرینی فرزند است. بعد از آن باشد توفه گوینگر صحت سلامتی فرزند. امروز باشد فرزندان میگویند مادر ما خودشان گل ثبات خاندان ما هستند، گل ریحانی خاندان ما هستند. در زیر قدمهایشان گلها میشکوفند. برای همین هم آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی شود. گفتن همین گلدسته را تقدیم میکنم برایتان. همیشه صحت سلامت باشید، مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. برنامه که وقت خوش را تبریک بکنید. مرحبا. اگر حیات زر باشد زرگر معلم، اگر حیات باغ باشد باغبان معلم. السلام علیکم مهمانان عزیز، خدایی عزیزم. من امروز غیرت جان روزی تولدش از صمیم دلم غیرت جان تبریک میکنم. دلش به چی نیت و آرزوهایی که دارد در عمل جامعه زرد بشد. الهی مکد صد بدرات الهی مکد، بخت و دولت یار شود، پروردگار مددگار شود الهی مکد. الهی نیت و طلبکاتان به خدا رساند، جمله جهانم الهیم یارکش خدا شود. شما هم الهیم کمالک پیری به الله رساند، از درد و غم الله دور کند، شادی خرسندگی به الله همه وقت نزدیک کند. یارکت کتی کشه پیر شد، الله بخت و دولت یار کند، پروردگار الله همه وقت مددگار شود. اعتبارتان برخواهد. هزار رحمت تشکر میگیم. پرویناتی تنی پرویناتی همیشه می باید یا نشانبا نستم گوشتنه هر دکه پرویناتی کتا باشون باید نزدیکتر باید یا نشانبا نزدیکتر کنم. امروز زاد روز تبریک نمیکنیم، شیرینی میبریم. باید پیش شانبا باید گذاریم طرف کنم. تیم پاسه ها مرحبت هم ما یک جوشت گذاریم یا نشانبا مرحبت. شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Мубарак бошад. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. شرف دینکن از نام برادر حتی شرکت سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرحبا. جان تبلیغ می‌کنیم که توشه پیرشا روزی نغز بیم که اهلی سیکم روزی فرزند دوی بین همین روزی نغز بیم که توشه پیرشا قسم نشد شما نه قسم نشد. غیرت جان الهیم هر جایی که قدم مانی قدمکات زیر زر گردد، شکری زیبایت همچون شمس و قمر گردد. الهیم از غم و غصه ها الله دور کند، کوب جمله جهان دوستت آمد، قطارش بچه کند، شادی خرسندگی به همه وقت الله نزدیک کند. الهیم شما کمالک پیری به الله رساند، پروردگارتان حضور حلاوت کشد بینید. الهیم پدر و مادرکتان عرشتان فقط فخر کنند. هزار رحمت. دعای نیک مادر مستجاب است و درگاه خداوند کریم مستجاب می شود. اکنون شیرینی رو بریم باید از آن تناول کنیم. مرحبا مادر جان میام نزدیکتر میستید. مرحبا بذارید. اما ما یک کمی دست شیرینی رو میبریم. مرحبا سرتون نکس میام نزدیکتر میستید. بذارید. مبارک باشد. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираем всей вокруг.
البته مهربانیتی ata تبریک کنیم مرحبا. Ассалому алейкум, мehmoнои азиз. Хуш омадедон дар гоҳи дадаҷонам ба имрӯз рӯзи уқима рӯзаки шукронеш. Алҳамдулиллаҳ ҳаминакое ман ба ҳамроҳ кадаги худои меҳрубон ба ҳамду сано. Дадаҷонам ба виҷонам ба раҳмати калом илоҳим саодати ду дунё ябинам. Ман ба ҳама хел ака укоя ҳамроҳ кадагиш ба худом ба шукр. Ман айно беҳад миннатдормам. Қатори ҳамино сета янгамлом моя келина моя худи хоҳарам ба намедонам будагиёшон ба шукр. Ман ин дунё ба ҳама бойгарем ҳамино будагиёшон ба шукр. Сад бадаро илоҳим ҳузури бачакота бин камоли пири барас. Худои меҳрубон илоҳи макак апушти фарзандакот рӯзакои нека рӯзакои муродат барасонад илоҳи макак чи дилакатон ва орзу ҳавасакотон ҳаст ҳамеш ба худои меҳрубон расонад. Баракати қӯша пир шавад. Мақсудҷонам худи худат барин чӣ хел мо ба меҳрубон ойтекаш ба ҳам хел меҳрубон шавад. Шабонаям чӣ хел дилат ба ният када калон кайси илоҳи ниятот барасонад. Духтари ҳама ба мани шуда обрӯи авлод шуда давомчи муҳон шавад илоҳи макак. Будагиётон ба шукр, ба диққатотон раҳмат, омадагиётон ба раҳмати калон шумо баян. Бо як бор сад бадар. Rahmat, salomat boshlab. Sanginaga tabrik mekunam. Marhamat. Xudoshon tabrik namkanku. Marhamat. Yaxta ovoz boshlanadi. Hammaton rahmat. Xush omadinglar. Orzum chivigan bizdan nakagi budam. Kutmagan edim. Rahmati kalom. Ijodaton ba ijod, oyjon shmoyam rahmat. Kasb-koraton ba, umru jonaton ba, naslaton ba, xonadonaton ba. Mana dogaron bayam. Hamma tovog'dagi mehmonlar ba. Kasb-kor umru jonaton ba, naslaton ba xudo barakatiyat. Darsa-xonaton ba fayzu barakatiyat. Ana operator ba bayam. Janchon ba amino janchon ne mana bachon ba in azminam. Pishnam moneto. Dogodar nis kamatun abinam. Man abijonam adadikam choson jannat chal ilahi. Juda abinda dor manayno. Amxe mona tarbiya ka, amxe rai pok barai havo ba rahadishon dodagi bijonam ba dadajonam ba rahmat. Judoniya sawadan jabinam dadimam biyemam. Dadajonam ba khudai mehrmon choson jannat kunat ilahi. Butunam bepadar budam. Dushwar akuni takdir alhamdulillah al khudai bayasba protfina pore pesan bahani bas choson jannat chan mondagi umri dadajonama bijonam ba janom ba khawar dodaro mana yangi komba bache komba dagi bosod rahmati kalon shmo ba shoma daytol boridin to'slar rahmat huzurdagi xafakari bosham Rahmat, salomat bo'lsin. Sonriz muborak. Qani kelin podshoh tabrik berganmi? Barnoma kelinho sharmgin mehmonson. Qayda bo'lsa yakja lahzalar ba tarix muhr sozim. Har یک لحظه های ما غنیمت است. باید این لحظه ها را با تاریخ مهر سازیم و کتاب خود باز یک سرلوحه باز یک خاندان شمایان را البته مهر سازیم. مرحمت همراهی صاحب جشن ها یک جای رسم میگیریم بعد از آن ابراز بسمه را دوام میکنیم. مرحمت. رفتی بر عشق خدا
اینک بیننده های عزیز، ما در این خاندان پرفیض که همه انسان های به دل نزدیک، انسان هایی که معرفت و معنویت را دوست می‌دارند و انسان های خاکسار زندگی میکنند در خاندان شادروا مصطفی قلبابا و البته در آینده نصیب کند حاجیانه برناخاله را در روز خورسندیشان در جشن زادروزی غیرتک مهمان شدن. این لحظه های خورسندی رو همراه شمایان به هم دیدیم و البته پیشکش شما کردیم. بعضن باشد روز خورسندی باشد، جماعت شهنان همیشه در روز خورسندی شما در خدمت باشد. تشکر میگویم و البته خداحافظی میکنیم همراه شما. سلامت باشید. روزه ناز ببینیم. بله خیر سلامت باشید. خوش. بله زادروز مبارک. سلامت باشید. خوش. حاجیانه سلامت باشید. روزه ناز ببینیم. خوش بتون. بله خیر رحمت. علی اویلتون با. ام رحمت. رحمت.